قدم باید نمدی سقف رو در بیاریم. برای اینکه نمدی سقف صبر کنی یه لحظه، من اصلا نمیدونم میخوای چیکار بکنی. ببین نشسته بودم تو خونه مثل همیشه، یهو یه ایده رنده اومد تو ذهنم که چیکار بکنم که برم نمدی سقف من در بیارم، چند تا سوراخ بهش بزنم، پشتش هم یه چراغی بندازم، خب و من بیام سقف کهکشانی ماشین رو شبیه سازی کنم با یه هزینه خیلی کم. سلام، حال تو چطوره؟ ببین برای قدم اول به این نیاز دارم که برم نمدی رو باز بکنم. نمدی هم چیز خاصی نداره، فقط دستگیره ها رو باز بکنم. نمدی اومده پایین. خب برای قدم اول به این نیاز داریم یه آچار خورشیدی، نمیدونم سایزش T25 و یه دونه چارپالو. البته من چارپالو نیاز نیست چون من جعبه کامل آچارای تی رو نداشتم، یه چارپالو برداشتم. خب و بریم نمدی رو باز بکنیم. میخوام نمدی رو کلا در بیارم، ببرم تو اتاق و اونجا روش کار بکنم. یه دو پالو دیگه هم استخدام کردم، با همین دو پالو ناکن میذاری پشتش. نه با دو پالو کار کردم. این است. بینیم که تو کادر نیست، بزنتتون. حالا تیو استخدام میکنیم. میاد اینجا تیه میشینه رو این پیچا، یکم بهش زاویه میدیم. خب یکم با زاویه پیچه شل شد. الان بازش میکنیم. بریم. فعلا زیاد بازش نمی کنیم که بریم برای اون پیچه. بیا پسر خوب بیا دیگه. ببین دوتا پیچو باز کردم، اگه بخوای نگاشم بکنی همچین چیزیه. خب الان فقط این دسته رو بگیری، این اومد دسته ایزی. من برم بقیه‌شون رو در بیارم، بعد میریم سراغ ویدیو. مرحله بعدی هم برای اون آفتابگیراست و بعد نشینه چراغا رو باید در بیارم. این از این. خب کم کم داره شب میشه، من باید سریع نمد رو در بیارم. من باید این چراغای سقفی رو بکشم بیرون که بیاد ببینیم چجوری میکشمش. اینجا تاریکه، مثلا چراغ جلو بشه. بیا هنوزم تاریک. روشنش کنم اصلا. صبر کن. خلاص یه دونه دو پالو میاری میذاری پشتش. What the hell? Oh my god, no. میدونی چی شده؟ اینکه ما هنوز 37 نفریم. داداش صبر کن من بیام توی صفحه اصلی یوتیوبت، بیام هر هفته برات یه دونه ویدیوی خفن بیارم بذارم جلوت، بگم بفرما اینم یه ویدیوی خفن که تو تماشا بکنی لذتشو ببری. اصلا علمی ان ویدیوها، البته این ویدیو نه ولی ویدیو قبلیم چرا علمی ان. این ویدیو اصلا علمی نیست اصلا، چون تو نمیدونی آخرش چی میشه. من میدونم آخرش، اصلا بی خیال اسپویل نمیکنم. خلاصه صبر کن بیا تو جمع ما. من نمیام، خودت بیا تو جمع ما، بیا این خانواده رو بزرگترش بکنیم. آره داش بیا. چراغ نشکست. خب صرفا خاراش باز شدن، بخاطر این بود که من چند جا چسب 1 2 3 زده بودم بهش و اینکه سفت بود، وگرنه خیلی راحت اینا در میاد، چیزی نیست. یه مشکل دیگه هم که هست، مشکل که نه، مرحله بعدی اینه که من این آفتابگیرا رو در بیارم. بیا ببینید، برم سراغ این آفتابگیرا، بعد برم سراغ چراغ. خب و اینکه حاجی من نمیدونم آچارشون چنده یا چیه. بکن یه دونه پیچ کجایی؟ یه دونه پیچ اینجا داره. خب 2 تا هم اینجا. بعد میرم سراغ لامپ. لسکو. من دیگه ویدیو نمیگیرم چون اولا شبه، شما چیزی نمیبینی و اینکه فقط باعث میشه که من دیرتر باز بکنم چیزو. سقف نمدی سقف. آره دیگه پسر. ببین یا حداقل با من حال نمیکنی، خب ویدیو رو لایک کن. شاید چند نفر بعدی قراره حال بکنن به محتوای من و اگه تو اون لایک نزنی، خب یوتیوب میگه اوکی ویدیوی خود من یه چیز چرتی بوده، پس به بقیه نشونش نمیده. لایک کن
بذار بقیه هم ببینن. دمت گرم. ببین الان دیگه باید بریم سراغ نمد رو میارم اینجا پهنش میکنم، دورش نون میپیچونم از پشت، یعنی نونه دیده نمیشه، از پشت نون میچرخونم دورش، میپیچونم دورش، میذارم پشتش و اینکه نمد رو سوراخ میکنم که ببین تو که نه لایک میکنی نه ساب میکنی، خب بگو مشکل من کجاست، مشکل این محتوا و این ویدیوهای من کجاست که من برم اونا رو درستشون بکنم. نگاه کن این شکلی میخوام ازت کامنت بکشم، پس کامنت بزن، یه کامنتی بذار بگو مثلا کجای ویدیو مشکل داره، کجا رو من میتونستم بهتر کنم. به هر حال نظر شما خیلی مفیده، میدونی که لایک کن. اون باستاب نوری که نونه داره توی سوراخ‌ها دیده بشه و انگار که کهکشانیه. اگر این ایده گرفت فوق العاده است. میرم یه نونه چند رنگ براش میگیرم که بشه تغییر داد رنگشو. اما اگه نگرفت باید بریم سراغ LED که هزینه‌اش خیلی میره بالا. نئون خیلی ارزان‌تره و به صرفه‌تره. پس بریم. اگه فوکوس بکنه خوشگله فوکوس کن دهن سرویس فوکوس کن. خب ببین چیزی نداره، اینو میگیره از این ور ریدم. اوکی بذارید چی بهتون بگم. من میدونم شما اذیت شدید، من این همه گفتم لایک کنید، کامنت کنید، ساب کنید. خب پس تمام لایه هایی که من توشون بهتون گفتم که ساب بکنید و لایک کنید رو حالا براتون حذف میکنم که شما بتونید راحت این ویدیو رو ببینید. خب ولی لایک کنید، حتما ویدیو رو لایک کنید. دمتون گرم. بیا پسر بیا. ببین من برقش وصل کردم، الان نمونه پشتش روشنه. خب حالا باید برم یه سوزن چیزی بیارم، آروم یه چند تا سوراخ بزنم ببینم آیا انعکاس داره یا که نه. اگر داشت سری میرم یه فویل میگیرم، سقف فویل میزنم، خب که اون انعکاس نور بیشتر بشه. بس بعدش میریم سراغ نصب این چی بود اسمش؟ بدون از این چی بود اسم اینا پسر؟ وایتکس اسمش انداز 90 یا سقف. و اون وقتی تست بگیریم اگر روشن شد من حتما براش نمونه 7 رنگ میگیرم. اسکوپ بستم. ببین یه چند تا سوراخ زدم. خب نگاه کن یه همچین چیزیه که فاصله بگیرم دیده نمیشن، خیلی نورشون کمه. البته گوشی من الان که درستی میتونم نگاه کن هاشونه ببینیشون خیلی نورشون کمه و من قطعا نورشون کمه چون که به هر حال پشتش دیواره و دیوار که انعکاسی نداره. خب مثلا اگه فویل بشینه پشتش قشنگتر میشه. ولی در کل نمیدونم آیا این ریسکو بکنم یا نه، من نمیدونم. این موضوع یکم ریسکیه. فکر کنم مثلا کلشو من سوراخ بکنم. خب ببین باید تراکم داشته باشه دیگه، مثلا 1300 تا باید توش سوراخ باشه. معذرت میخوام 1300 تا سوراخ باید به این بزنی که اون انعکاس نور رو داشته باشه. خب و واقعا یه سقف کهکشانی خوبی بشه، ولی اون ریسکیه. من میدونم چیزش مطمئنم که پسش برمیام، ولی ببین بذار یکم برم بالا، یکم نور گوش رو برم بالاتر. میبینیش؟ ببین من الان میتونم راحت ببینمش. خب نمیگم چیز خفنی شد و اینو بدون که الان نمونه خود نمده نچسبیده افتاده پایین. ببین اون پایین اصلا نور خوبی نداره. ببین در کل من امید زیادی پیدا کنم چرا چیز شیکی شد. اگر همه‌شو بزنیم کار جمعه. دیگه کار تمومه. خب اما دستم داغون شد. چیزیش نیست اوکی، فقط درد میکنه زیاد. ببین دیگه چیزی نمونده، کارو تموم کردیم. خب فقط مونده من گرانولیتو بزنم به سقف، اون نمده رو بکنم. خب
چیز نمونو بچسبونیم به نمد سقف و نصبش کنیم و دستگیره و نمیدونم اینا رو نصب کنیم دیگه. چیزی نمون، تموم شد. تو چقدر؟ تو یکی 2 ساعت با هزینه حدوداً 200 تومن به سقف کهکشانی. من واقعا معذرت میخوام، من این قسمت رو فویل رو زدم. خب بعد یادم اومد که باید ویدیو میگرفتم. خب نگاه کن، اول حتما باید اینو چروکش بکنی، داش فشارش میدی چروک بشه. خب چروک که شد میای میذاریش اینجا و دونه دونه چسب میزنی بهش و بعد به تو در آینده به تو میگم میخوام چیکار بکنم. خب این فویله برای اینه که نئونه بازتاب بده به این و این صفحه روشن بشه. وقتی این صفحه روشن میشه اون سوراخ‌ها هم که زده بودیم روی نمدی اونا روشن میشن. میدونی چی میگم؟ انعکاس این زده میشه به اون سوراخ‌ها. در خلاصه آره، خلاصه بزنید شما کارتون نباشه. اینجا رو داشته باش، کل سقفشو فویل کشی کردم. خب این از این کل فویلاشو کشیدیم. حالا وقتش سقفو سوار کنم، برقو بهش بدم، روشنش کنم، ببینیم نتیجه چیه. ضایع میشیم یه چیز خوبی ازش در میاد. Let's go. LED های کوچیک بخر، مثلا 1000 تا 1300 تا بخر، دونه بدونه بالای اون سوراخ‌ها بذارشون. بعد مثلا آره ما هم سقف RGB داریم. نه سقف کهکشانی نه RGB. این یه چیز مسخره است. پس میخوام برم فرم نئونه رو تغییر بدم، یعنی جاهای دیگه بذارم بشه. باید بشه. خب منم سعی خودم میکنم و اینکه آره دیگه پسر میخوام تا صبح این سقف کهکشانی باشه و خیلی دوست دارم تو روز همون سقف کهکشانی دیده بشه، مثل یه سقف کهکشانی که معمولا روی بنزا هست. خلاصه آره برم تلاش خودم بکنم. ناامید شدن خیلی زوده برای ناامید شدن پسر. Let's go.